با سلامی صبحگاهی بیننده عزیز رادیو آزادی، باز در شروع یک روز نو شعله گلخوجه هستم در روبروی شما از جمهوری چک از شهر پراگ و ساعت با وقت اینجا 7:03 هست و امیدوارم هر جایی که باشید خوب و خوش باشید و با توجهی تام حالا گوش به صدای ما میدهید، چون من در چند دقیقه برای شما خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان رو میرسانم، خبرهایی که به حیات شاید بعضی شما داخل دارد یا اینکه خبرهای مهمی که حیات صدها نفر رو در بر میگیرد. و شروع میکنم از تاجیکستان که تاجیکستان و روسیه این هفته مشق‌های مشترک نظامی رو در مرز تاجیکستان و افغانستان و برای آماده شدن برای هر گونه حمله احتمالی طالبان شروع کردند. بیشتر از 10,000 نفر که باعث نیروهای احتیاطی ثبت شدند در این مشق‌ها در ولایت خودمختار بدخشان کوهی شرکت میکنند. فریدون محمد علیف سخنگوی وزارت دفاع گفت که در مشق‌های حربی جیلاندی در ناحیه شغنان بیش از 100 زیرپوش، توپخانه و چرخبال‌های نظامی و دیگر جنگ افزارها استفاده می شوند و 400 سرباز پایگاه 201 روسیه با اسلحه و مهمات جنگی خود روز جمعه در این مشق شرکت می کنند و با گفته وزارت دفاع چنین مشق در گذشته در دیگر منطقه‌های تاجیکستان نیز برگزار شده بودند. و رو میاریم به امریکا که در آن کشور تحقیق واردات اوران از روسیه و آسیای مرکزی به امنیت امریکا تاثیرش را شروع کردند. این روند امکان دارد با جاری شدن تعریف به واردات اوران از روسیه و کشورهای آسیای مرکزی به انجام رسد و وزیر تجارت امریکا ویلبور روس گفت فعلا وابستگی به واردات اوران از خارج برای امنیت امریکا تاثیر منفی دارد. مثلا سال گذشته امریکا به مبلغ 1 میلیارد و 400 میلیون دلار اورانیوم غنی گردانیده شده را با مبلغ 470 میلیون مبلغ را مثلا او وارد کرده است و همچنین با میلیون ها دلار دیگر اورانیوم خام را نیز به این کشور آنها وارد کردند. طبق معلومات وزارت انرژتیک امریکا، جماهیر سابق شوروی، کانادا و قزاقستان نصف اورانیوم نیروگاه اتمی امریکا را تامین کردند. و حالا برمیگردیم به تاجیکستان که گناه مستقیم آموزگار در خودکشی نابالغ در اینجا تصدیق نشده است. 2 ماه بعد تحقیق و محاکمه سودی قضیه مرموز خودکشی نابالغ در یووان، دادگاه محلی گفت که آموزگار را نمی شود برای تا خودکشی رساندن شاگرد مکتب گناهکار کرد. به این ترتیب سبب خودکشی نابالغ تا به حال ناگشوده باقی میماند. مرافع دادگاهی که ماه ایول به انجام رسید، نوروز صدیرов آموزگار 34 ساله مکتب رقم 62 دهه سرقمیش را از روی 2 ماده کودکس جنایی اجرا نکردن عهده‌داری عاید به تربیت نابالغان و هم اجرای کاری که با طلبات بی‌خطری جواب نمی‌دهد گناهکار اعلان کرد. بر اساس حکم دادگاه ناحیه یووان که متن قرار آن به رادیو آزادی نیز رسید، معلم فن تاریخ و حقوق در دوام 1 سال بعدی حق کار به حیث آموزگار ندارد و همچنین باید به فایده دولت در حجم 7,500 سومانی جریمه پرداخت کند. به این ترتیب دادگاه به خلاصه آمد که صدیرov نمی‌توانست به طور مستقیم سببگار خودکشی سید اکبر موسویف شود. خبر مرگ نابالغ روز 18 می سال جاری نزدیکان و مکتبیان را در ناحیه یووان تکان زده کرد. برخی از خواننده‌های مکتب و ساکنان دهه آن وقت به رادیو آزادی گفته بودند که محض بعد گوشمال و سرزنش همین آموزگار سید اکبر قصد به جان خود کرده است. و وزارت عدلیه تاجیکستان گفت که در اول همین هفته به درخواست نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای تحقیق وضع زندانی‌های کشور پاسخی رد دادند. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان روز 18 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت در ملاقاتی که با مسئولین سازمان صلیب سرخ در تاجیکستان داشتند، عاید به این مسئله آنها به طور قطعی گفتند که بر اساس قانونگذاری تاجیکستان نمایندگان آنها حق ورود به آنها را ندارند و این حق به آنها داده نمی شود. با گفته وزیر چند سال اخیر آنها چند مرتبه درباره ورود نمایندگان سازمان به زندانها و بازداشتگاه ها را مثلا از سوی این سازمان دریافت کردند و با گفته این وزیر این خواست هر دولت است که آنها می توانند اجازه دهند و می توانند اجازه ندهند و مقامات تاجیکستان میگویند آمادند به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اجازه تحقیق زندانهای تاجیکستان را بدهند، ولی آنها باید مقامات را قبلا آگاه کنند که کی میخواهند به دیدن زندانیان و خود زندان ها بیایند.
اما کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بر اساس مقرراتش میخواهد بازدید از زندانها را مثلا به طور ناگهانی انجام بدهد تا مقامات زندانها را از پیش برای بازدید آماده نکنند. سازمان‌های حامی حقوق میگویند که شرایط نگهداری زندانیان در تاجیکستان بد است و بدرفتاری با محبوسان زیاد به نظر میرسد. خب مقامات تاجیکستان میگویند وضع زندان‌های کشور نظر به سال‌های گذشته و با افزایش مبلغ‌گذاری بهتر شده است، ولی عین زمان به گفته آنها زندان جای استراحت نیست. و یک خبر مهم این است که یک مهاجر 30 ساله توجیک که از روسیه به وطن برگشت به تحقیر پرزیدنت و تبلیغ سرنگونی حکومت طریق اینترنت عیب‌دار می شود. به گفته مقامات عمر مرودوف ساکن نویه مومن‌آباد ولایت ختلان زمانی که در مهاجرت بود دست به عمل‌های زد که از روی مدعاهای تحقیر پرزیدنت و تبلیغ سرنگونی حکومت طریق اینترنت بررسی می شود. او لحظه‌های بازداشت شد که توسط هواپیمای مسکو کلوب به زادگاهش فرود آمد. تبعیندانش تاکید می‌کنند که او به دعوت مقامات تاجیک و وعده عفو اختیارا از روسیه به وطن برگشته است. هرچند ماه مارت امسال او با درخواست مقامات تاجیک در روسیه بازداشت کردند او را، یعنی ولی با دلیل ارسال نشدن دلیل‌های کافی بعداً این مهاجرا استرداد نکردند. ضمناً ماه می یعنی 2 ماه پیش از بازگشت به تاجیکستان عمر مرودوف در یک تماسش با رادیو آزادی گفت که هیچ گناه ندارد و با دل پر به وطن برمیگردد. او گفته بود امیدوار است که حبس نمی‌شود. خب تاجیکستان تا 2 سال اخیر جزا را برای یک زمره جنایت‌ها سنگین‌تر کرد. جمله در سال 2016 جزا برای تحقیر عمومی پرزیدنت سخت‌تر شد و در صورت آشکار شدن این کردار در اینترنت که متهم می‌شوند گمانبران آن تا 5 سال زندان می‌تواند برای این نفران تبدیل یابد. مقامات تاجیکستان در همین حال یک جوان تاجیک را که در ویدیوی طرز شکاری کبک با تلفن موبیلی را نشان میداد جریمه کردند. از ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان به رادیو آزادی خبر دادند که علی‌اکبر جمال‌الدین را روز 6 ایول در محل زیستش در نویه دوسی پیدا نموده و 150 سومانی او را جریمه بستند. علی‌اکبر جمال‌الدین ماه در شبکه‌اش در یوتیوب نواری ویدیویی را نشر کرد که در آن از اول تا به آخر نشان میداد که چگونه میتوان کبک را با صدای تلفن سامسونگ به دام انداخت. ویدیوی او را در مدت 2 ماه بیشتر از 150,000 نفر تماشا کردند، ولی بعد جریمه او ویدیو را از صفحه‌اش پاک کرده است. علی‌اکبر بر اساس کدکس مأموری برای ضرر رساندن به عالم نباتات و حیوانات در تاجیکستان جریمه شده است. به گفته مقامات علی‌اکبر ضمن صحبت با مقامات گفته است که اهمیت حفظ محیط زیست را درک می‌کند و از بینندگان شبکه‌اش می‌خواهد که کاری او را دیگر تکرار نکنند و طبیعت را مثلا به طبیعت ضرر نرسانند. ضمن در تاجیکستان برای آسیب رساندن به محیط زیست و شکار غیر قانونی برای افراد علایده و شرکت‌ها بر اساس قانون از 150 تا 10,000 سومانی جریمه پیش بینی شده است. و یک خبری کوتاه دیگر هم داریم که این هم وابسته به حکم دادگاه است. دادگاه در دوشنبه 5 نفر رو برای لطوکوب یک ریبسروی تاجیک و 2 همراهش از 2.5 تا 10 سال زندان محکوم کرد. این گروه جوانان ماه سپتامبر سال گذشته رمضان مرودوف معروف با تخلص رلیک ریبسرو و 2 همکار دیگرش را لطوکوب کرده از جای حادثه فرار کرده بودند. بعد بازداشت گروه حمله‌گر سنجش آشکار کرده است که برخی از اعضای این گروه به جنایت‌های دیگر از جمله دزدی هم دست داشته‌اند. بینندگان عزیز چند دقیقه بود که من برای شما خبرهای مهم را رساندم و بعد از 3 ساعت دیگر در معرفی سرخطهای خبرهای مهم تاجیکستان جهان من شما را در پخش مستقیم منتظر می شوم.